امروز در مورد کارت 8 جام صحبت بکنیم. پس تا انتهای ویدیو همراه ما باشید. این کارت به معنی رها کردن وابستگی‌های عاطفی، آغاز دوره‌ای جدید، به سوی ارزش‌های معنوی گام نهادن، ناامیدی در عشق، ترک کردن، کناره‌گیری کردن، نپذیرفتن، به دنبال هدف والاتر، فرار از واقعیت، ناامیدی و یأس، رها کردن، جدایی، صرف نظر کردن و عقب نشینی، سفر راه دور، پشت سر گذاشتن مشکلات و ناراحتی ها. اگه این کارت واژگون ظاهر بشه، به معنی ناچاری، بی اراده پیمودن، دور شدن، جشن، روحیه خوب، به سمت هدف بالاتر رفتن. این کارت ماه اسفند رو نشون میده. بیماری، بیحالی، احتیاج به ترک عادت، پاسخ به تکنیت، خیر هستش. عبارات کلیدی در جستجوی معنای عمیق‌تر، تمرکز روی حقیقت درونی، به دنبال جوابهای خود، در یافتن حقایق، اوقات بیشتری رو برای معنویت نثار کردن، تشخیص این که دوره کنونی به آخر رسیده، ترک کردن یک وضعیت یأس آور، خود رو از گرفتاری رها کردن، احساس خستگی از درخواست‌ها، احساس بیمیلی و فرسودگی. حالا کارت‌های متضاد با کارت 8 جام کدوم هستن؟ وقتی با هم میان چجوری ترجمه میشن؟ اول از همه قدرت نهانی میشه بردباری، به خرج دادن، تحمل کردن. بعدی خورشید، نیروی حیات، انرژی وافر. و بعدی 9 چوب دست، میشه مقاومت کردن، ایستادگی. حالا کارت‌های تقویت کننده یا مشابه 8 جام کدوم ها هستن؟ وقتی با هم میان چجوری ترجمه میشن؟ اول از همه درویش، میشه به دنبال معنای عمیق‌تر. بعدی انتقال، میشه ترک کردن، پشت سر گذاردن. بعدی 3 چوب دست، میشه به سفر رفتن، به منطقه جدید رفتن. و بعدی 8 چوب دست، میشه اتمام کارها، مرحله‌ای رو به پایان رسوندن. و در نهایت 6 شمشیر، میشه گذر کردن، به سفر رفتن. حالا اگه 7 جام و 8 جام با هم بیاد چجوری ترجمه میشه؟ اول 7 جام اومده، بعدش 8 جام. میتونیم اینطوری بگیم: برنامه ریزی برای رفتن، تصمیم به کناره‌گیری کردن، انتخاب یک هدف والاتر. این کارتیه که امروز در موردش صحبت کردیم. اگر از این نوع سبک ویدیوها دوست دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید و کلیک زنگوله رو بزنید تا ویدیو بعدی رو بهتون اطلاع بده. ممنون میشم از ما حمایت بکنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.